نقل است که شیخ الرئیس ابو علی سینا وقتی از سفرش به جایی رسید، اسب را بر درختی بست و کاه پیش او ریخت و سفره پیش خود نهاد تا چیزی بخورد. روستایی سوار بر الاغ آنجا رسید. از خرش فرود آمد و خر خود را در پهلوی اسب ابو علی سینا بست تا در خوردن کاه شریک او شود و خود را به شیخ نهاد تا بر سر سفره نشیند. شیخ گفت: خر را پهلوی اسب من مبند که همین دم لگد زند و پایش بشکند. روستایی آن سخن را نشنیده گرفت و با شیخ به نان خوردن مشغول گشت. ناگاه اسب لگدی زد. روستایی گفت: اسب تو خر مرا لنگ کرد. شیخ ساکت شد و خود را لال ظاهر نمود. روستایی او را کشان نزد قاضی برد. قاضی از ماوقع سؤال کرد. شیخ هم همچنان خاموش بود. قاضی به روستایی گفت: این مرد لال است؟ روستایی گفت: این لال نیست، بلکه خود را لال ظاهر ساخته تا تاوان تره مرا ندهد. پیش از این با من سخن گفته. قاضی پرسید: با تو سخن گفته؟ او جواب داد که آری. گفت: خر را پهلوی اسب من نبند که لگد بزند و پایش بشکند. قاضی خندید و بر دانش شیخ آفرین گفت. شیخ پاسخی گفت که زان پس در زبان پارسی مثل گشت. جواب ابلهان خاموشی است.